خب گوشه قرایی طبق نوشته استاد درآمد اول قرایی و چون 2 تا درآمد نوشتن از کتاب چپبوک استاد ابوالحسن خان صبا. خب اینجا 2 مون سریه. ردیف دوم، درآمد دوم. خب عزیزان ببینید قرایی ملاحظه بفرمایید، میبینید 2 سری شده. صدای 2 سری رو با لادو خوب میشه درک کرد. ببینید با این صدا 2 رو پیدا کنید. مثل سگاه میشه. خب پس میگیم آروم میزنم. این 5 ملاحظه میکنید، این همون ناله افشاریه. سی رو میاریم تا 2، برمیگردونیم حالا یا رو سی یا رو سی کرون. ببینیم یا و نوت سول اینجا خیلی نقش مهمی داره. یا اون که با نوت لا تری بهش میدیم یا یک ویبره مالشی. ببینید یا و درآمد دومش هم ملاحظه میکنید که روی سیم 4م سی دو ره 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 دو دو